مردم شریف ایران دست یک کلاهبردار بزرگ توی تهران رو کردیم. این کلیپ برسه به دست سازمان نظام وظیفه که خارج از حیطه کاریش یه خانم کلاهبردار داره واسه همه کارت معافیت صادر میکنه. سازمان نظام وظیفه، آقای سرهنگ راستی، یه خانمی به نام خانم محمودی با این شماره تلفن توسط این 3 تا شماره کارت داره از مردم توی تهران پول میگیره، کارت معافیت، کارت کفالت داره صادر میکنه. ما به همراه دوستان عزیزمون تونستیم این سناریو رو بچینیم به بهانه اینکه میخوایم یه نفر رو کارت کفالت بگیریم. رفتیم باهاش وارد بازی شدیم، پولها رو پرداخت کردیم که ببینیم شکایتایی که مردم میکنن و به ما گزارش میدن ببینیم این خانم واقعا کلاهبرداری یا نه. که اثبات شد این خانم در روز اول میگه من 2,500,000 پول میگیرم، کارت کفالت صادر میکنم و بعد که میاد پول مردم میگیره یه بار 13 میلیون، یه بار 18 میلیون، یه بار 22 میلیون از مردم پول میگیره. در آخر سرم تهدید میکنه که اگه 18 میلیون دیگه پول واریز نکنی کارت کفالتت رو تقدیمتون نمیکنم. سید از کلاهبرداری بدتون میاد. اگه پولی که با زحمت کشی دارید به دست میارید و 4 تا کلاهبردار عین این خانم سرتون رو کلاه میذارن، خواهش میکنم این کلیپو انقدر دست به دست کنید و منتشر کنید که به دست سازمان نظام وظیفه آگاهی برسه و به دست سرهنگ راستی برسه تا جلوی این نخاله های حق مردم خور رو بگیره. لطفاً هر کسی که از این خانم محمودی خریداری کرده، کارت ملی، نمیدونم کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و این خانم با وعده وعید پول ازش گرفته و بهش مدارک رو تحویل داده یا اصلا نداده، خواهش میکنم به پیج من مراجعه بکنه که ما بتونیم اینو به دست سرهنگ راستی به آگاهی تهران و سازمان نظام وظیفه برسونیم که اینا نتونن آزادانه فعالیت بکنن و حق مردم رو بخورن. خانم محمودی بهت گفته بودم دستتو رو میکنم و تحویل نظام وظیفه و آگاهی سرهنگ راستی میدمت. دیدی این کارو کردم. مردم شریف ایران ویدیوهایی که این زیر میذارم و ببینید. صحبت‌های این خانم زمانی که شنید من میخوام کلیپش رو منتشر بکنم شروع کرد به تهدید کردن من. لطفاً کلیپ زیر رو ببینید و حرفای این خانم رو بشنوید. مستقیم میرم نظام وظیفه میگم این آقا درخواست کارت کرده، کل پیامات دارم، کل مدارکات دارم، کل واردیات دارم، هزینه‌ای که الان میذاری بابت ضمانت کاری ایران سوویته. گفتم تایید بشه برگشت میخوره به حسابه. خیلی منطقی باهاش صحبت میکنم. یه ثانیه، 1000 ثانیه استوری کنه به مرگ 2 تا بچه قشنگ میرم حوزه نظام وظیفه. این بلاگر یه جنده است. بلاگر که همه بلاگرها جنده است. عزیز من کارت کفالت هزینه شده. من پولش نخوردم. اگه 1000 تومانش خورده باشم حالا 45 میلیون ازش پول گرفتی درسته؟ خب برگردون براش. عزیز من هزینه‌ای که میزنه ایران سوویتش که تایید شد اگه نشد بعد داده بیدار که بذارم تو کارت. خانم خواهر من نمیدونم تو خودت یه کاولی بازی در نیار. خب طرف منم تو نیستی. تو غلطی دلت میخواد بکنی بکن. بله بفرمایید. یه 10 دقیقه دیگه به اجازه بدید ببین منم کجا برسم. باش. مشکلی نداره. شما اصلی جنده رو برای من بفرست، من اگه 10 دقیقه دیگه وایساد من از کجا برسم. باشه.